Assalomu alaykum. Harorati badani chempioni mako? Mo'tadil. Salomatdan chiqdi. Sulfa hech kim aynasmi? Maska faqat bo'lib bini bilan mahkunam qilib bu naqsar mesha. Ro'y safed aka. با مقصد عملی نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی جهت پیشگیری انتقال و پنهشوی سرایت کرونا نمود نوی کووید 19 در شهر و دیهات اسفاره تدبیرهای ضروری از جمله کارهای فهماندهی تدبیرهای ضد اپیدمیکی و بی‌ضررگردانی تقویت بخشیده می‌شوند زیرا یک از تدبیرهای اولین درجه و مهم پیشگیری از ویروس نوی نو چاره‌جویی‌های سانیتاری و اپیدمیولوژی محسوب می‌یابد. چون اسفاره یک از منطقه‌های کلان نزدیک سرحدی محسوب می‌یابد کارمندان ساحه تندرستی و مرکزی نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی امروزها با برابری انجام دادن کارهای فهماندهی و بهداشتی در سمت پیشگیری از پنهشوی ویروس کووید 19 همزمان با تشکیل پاسگاه‌های نظارتی سانیتاری در 5 منطقه‌های شهر رفت آمد شهروندان و نقلیات‌ها را زیر نظارت قرار دادند. نظارت قطعی گذرگاه‌های سرحدی و با کرانتین فرا گرفتن شهروندانی که از خارج مملکت توسط گذرگاه رسمی گلستان واقع در شهر اسفاره به تاجیکستان برمیگردند یکی از مسائل‌های محوری میباشد که زیر نظارت قطعی مقامات‌های دخلدار از جمله طبیبان قرار دارد. در پاسگاه‌های نظارتی سانیتاری طبیبان در یکجایگی با نمایندگان دیگر ساختارها رفت‌وآمد مسافران و ماشین‌ها را تنظیم می‌کنند. یکی از چنین پاسگاه‌های سانیتاری در درآمدگاه شهر در موضع نورافشان جایگیر شده است که توسط آن همه روزه هزارها نفر مسافران و نقلیات گوناگون به شهر اسفاره وارد می‌گردند و طبیعی است که طبیبان کوشش می‌کنند که از رفت‌وهای افراد مبتلا به ویروس پیشگیری نمایند. در دیدبانگاه دائمی عمل کننده نورافشان از طرف طبیبان بیمارخانه مرکزی طبیبان کاتس نوحیه و کارگران مؤسسه سانیتاری اپیدمیولوژی شهر اسفاره گروهی مشترک کاری تأسیس داده شده است که مقصد از آن پیشگیری وارد شوی شخصان بیمار به حدود شهر و ناحیه اسفاره می باشد. این پیش از همه ما با واسطه حرارت سنجی که ما در دست ما داریم حرارت هر یک نفری وارد شونده به شهر و ناحیه را می سنجیم در حالت حرارت بلند رو معاین نمودن آن کس رو ما ایزولیاسیون میکنیم و با جایهای در کاری خبر داده با وارد شوی آن کس ممنوع میشویم و این چنین به وظیفه ما آن چیز هم می‌دارد که مشورت و مصلحت های لازمی را به رانندگان دهیم. یعنی در اینجا ما کار کرده ایستاده در نتیجه تجربه کاری نگاه کردیم که بسیاری آدمان یک چیز را خطا میفهمند که وقتی که آدم در ماشین شخصی خودش تنها باشد میتواند بی نقاب ماشین را اداره نماید ولی باز با اهالی شهر ناحیه رساندنی هم که وقتی که راننده در ماشین بغیر از خودش 4-5 نفر پاساژیر دارد البته خود راننده و تمام پاساژیران نوابسته از آن که آنها با یکدیگرشان یگان خویش و اقربایی دارند فرزند خودشان هم هست نوابسته از آن هر یک آدم باید داشته باشد نقاب. در نقلیات های جمعیتی وقتی که ما معاینه کردیم رعایت ننمودن فاصله اجتماعی در داخل مارشروتگاه ها ما بسیار وا میخوریم این چنین نقاب نداشتن خود این آدم هایی که در داخل نقلیات جمعیتی حضور دارند این هم در نقلیات جمعیتی نقاب داشتن به شرط می باشد برای آنکه فاصله اجتماعی در آنجا رعایت نمودن از امکان بیرون است یعنی 2 متر فاصله را رعایت نمودن حداقل اقلا نقاب طبی در روی هر یک آدم باید باشد. برای پیشگیری نمودن پهنشوی بیماری کووید 19 در اینجا ما به طور شبانه روزی این گروه مشترکی که گفتیم هم از بیمارخانه مرکزی هم از طرف کاتس و هم از طرف مؤسسه سانیتاری اپیدمیولوژی ما شبانه روز کار میکنیم در خدمت خلق هستیم و از خلق شریف اسفاره احترامانه خواهش می‌نماییم که مهنت ما را نیز قدر نمایند درست فهمند هنگام معاینه نمودن ماشینی آنها و یگان ایراد گرفتن ما با ما وارد بحث نشوند. خیر به همه سلامتی.